یا بلوچ‌های اولیه به حساب میان که تاریخ طولانی هم دارن. تاریخ شامل چیزهای مختلفی بوده. مهاجرت آیان بلوچستان شمالی گرفته تا 300 سال حکومتش در سده‌های اخیر و شاهنامه خوانی آیان طی محافل خصوصی بودش. در واقع احمدشاه ابدالی کسی است که توسط نادرشاه افشار زندان حسین هوتکی آزاد بیده و اتفاقا به یکی سربازان و فرماندهان بزرگ نادر تبدیل بیده که بسیار مورد اعتماد نادره. اما بعد مرگ نادر آیی به فکر حکومت به ایران کپید که نهایتا موفق نبوده و کریم خان زند شکست داد، ولی حکومت موفقی داخل افغانستان تشکیل داده و اتفاقا اتحاد خوبی تا آن زمان و حکومت بلوچستان داشته. با این حال بعد مرگ احمدشاه ابدالی افغانستان دچار هرج و مرج بیده و وارثان احمدشاه خاطر تاج و تخت با هم دیگه جنگ کنن و کشور دچار اختلافی. طی درگیری‌ها گروهی چه قبیله نارویی چه قسمت بلوچستان شمالی مهاجرت کنه و شکل جایگاه آیان کوهی به نام کوه نارو بوده و اتفاقا به همین خاطر اینکه به نارویی معروف بوده که همین بابوه که نارویان هجرت و مانک به چیردست پشتوان به یک ترجیح دهن و به سمت بلوچستان مرکزی مهاجرت کنه. در واقع طوایف نارویی 48 تیره تقسیم کنن، یعنی آمار بسیار زیادی داره و ما نتونیم با آمار کنه که یه رخدادی کاملا مشخص بکنیم که آیان چونکا به این منطقه یعتگن و کدی یعتگن، بلکه این طوایف مختلف تاریخ‌های مختلف مهاجرتش کرده و در تاریخ‌های مختلفی هم مناطق مختلف سکونتش کرده. اما خب یکی چه این مهاجرت ها زمانیه که شیرخان صفاری که وارثان حکومت صفاریه به حسابیته حکومت بنپور محبت خان بلوچگی که تا زمان حاکم وقت کلات بوده. شیرخان وقتی بعد این کار حاکم بنپور بیته. گروه طایفه نارویی در واقع اواخر دوره صفویه به عنوان عضوی لشکر ملک شیرخان صفاری به حدود شرقی سیستان به ناحیه بنپور مهاجرت. در واقع به عنوان جنبندی تو ایشیه بگشتیم که طایفه نارویی خب جمعیت زیادی داری در کل و به 48 تیره مختلف تقسیم بیده. ایشی که هر کدام این تیران چه موقع و کجا ساکن بودن به صورت کامل مشخص نه، اما دو تا مهاجرت های بزرگ نارویان در واقع مهاجرت بلوچستان شمالی در زمان بعد از مرگ احمدشاه ابدالی و مهاجرتی که به همراه ملک شیرخان صفاری داشته به ناحیه سردار سید خان در واقع یکیش نامداران طایفه نارویی به حساب میاد که نوه درویش خان ناروییه و سید خان هم والی حکومت سیستان بوده و هم حکومت بنپور همزمان داشته. سید خان آوازه زیادی داشته، آن به دلیل جنگ با راهزنان ترکمن و آی به شجاعت بر شهادت. در سال 1185 هجری قمری سید خان نارویی معروف به چاکر خان که طی زمان فرمانده نگهبانان قلعه بنپور بوده، پس از ایشی که ملک حسین و زهگان حاکم قلعه حکومت بنپور مالوت کرد و حکومت این خاندان تا انقراض قاجاریه ادامه داری. سردار سید خان در واقع در طی سالهای انقلاب مشروطیت عملاً حاکم خودمختار بنپوره و رقیبان بهرام خان بارانزئی بوده. در رابطه با سید خان همین که شما رو بگوشم که پایه‌گذار حکومت 300 ساله نارویان تقریباً بر منطقه بلوچستان بیدن که حالا در طی سالهای مختلف یه سری تغییرات و یه سری حوادثی رخ داده، ولی در کل طی 300 سال حکومت و نسل آیی بوده. سردار خداداد خان در واقع زوج سردار سید خانه که اتفاقا نقش مهمی در تاریخ داری و زمان زندگی آیی مصادف با جنگ جهانی اول و طی این جنگ نقش مهمی ایفا کرده. در واقع کامل معلوم نه این که سردار خداداد خان طی جنگان طرف کی بوده، اما کشمکش های بین آلمان، روس و انگلیس نقش مهمی داشته و سعی کرده بین آیان تعادلی برقرار بکنه یا به سمت برنده متمایل بشه.
ریاست طایفه نارویی در واقع همیشه به عهده نسل سردار سید خان بوده، اما بعد مرگ نوه آیی تفرقه بین اعضای خانواده به وجود اومده که این تفرقه باعث به گروهی این خانواده مهاجرت بکنن به سمت بلوچستان پاکستان. و سردار خداداد خان که قبلا آید معرفی کو بعد این مهاجرت بنپور و وقایع مربوط به آیی در ادامه دور، ولی در عوض آی هورترین زک یعنی مهراب خان قدرت به دست گیر. سردار حسین خان نوه مهراب خانه که اتفاقا جنگ های زیادی ته زمان وقتی و دولت قاجار انجام دنده. ته زمان سردار حسین خان سران و سرداران ناروی همیشه تلاشش کرده که دولت مرکزی ایران یعنی قاجار متقاعد بکنن که بلوچستان باید به دست خود سرداران بلوچ اداره بیده. اما خب دولت قاجار به خاطر جنگ‌های قبلی که بلوچنگویی دولت داشته اعتمادی نکرده به این سرداران و همیشه بطالان در حال جنگ بوده. در نهایت زمانی که انگلیسیان سعی کنه به چابهار بیاین و چابهار یه جورایی تحت استعمار وطش قرار بدن، سردار حسین خان شیرانی به جنگ آیان روته و آیانش از چابهار در کرد. این اتفاق باعث بیده پادشاهان قاجار به این نتیجه برسه که اگر حکومت بلوچستان لطفاً باید نگه بداره باید وقتی سرداران صلح بکنه و به تقاضای آنها احترام بله، وگرنه انگلیسی منطقه چه دستش در. در واقع انگلیس اولین بار نهد که به مناطق قبیله‌ای مختلف داخل ایران نفوذ کنده و با پول و رشوه‌ای که به معتمدین آن مناطق دهنده آن مناطق زیر سلطه و دریاریده. بعد تجارب قبلی دولت قاجار هم متوجه بوده که باید و معتمدین محلی به طوری رفتار بکنن که آیان به سمت انگلیس متمایل مبرن. به همین خاطر نهایتاً ته جیروف و سردار حسین خان دولت قاجار دیدار کنده و تضمین دهنده که امور داخلی بلوچستان به عهده خود سرداران بلوچ ببیده و در عوض سردار حسین خان تضمین که در صورت واگذاری اداره امور داخلی به خود بلوچان و ایشی که آیان نظامیان سایر مناطق به بلوچستان اعزام بکنه همیشه دولت مرکزی پیروی بکنه و در برابر دشمنان کشور بوشتی. همچنین مالیات سالانه هم به دولت مرکزی بپردازه. در واقع سردار حسین خان زمانی به قدرت رسید که دولت قاجار فشار زیادی سر منطقه وارد کرده، اما آیی در نهایت موفق بی که امور داخلی بلوچانه همچنان به دست وطش نگه داشته. اما پایان حکومت نارویا در واقع زمانی که سردار سید خان پسر سردار حسین خان که بعد آیی به حکومت رسیده به سن پیری رسید مصادف با زمانی که انگلیس دخالت زیادی به منطقه چابهار داری و سردار سید خان هم برای کنترل بهتری این منطقه قلعه اصلی وقتی که همیشه قلعه بنپور بوده به قلعه گه یا نیکشهر امروزی تغییر داده. این اتفاق باعث بود که نهایتاً یکیش از سرداران بارکزئی به نام بهرام خان بارکزئی که به دست خود سردار سید خان حاکم سرباز بودگد علیه آیی شورش بکنده و بنپوره که همیشه نماد قدرت سیاسی بلوچ ها بوده تصرف بکنده و حکومت طایفه بارکزئی اعلام بکنده. آیی همچنین حکومت خودمختار اعلام کرد و دولت مرکزی به رسمیت نشناسید. این زمان سید خان داخل قلعه نیکشهر زمانی که بهرام خان بارکزئی قلعه بنپور رو تصرف کرده و حتی بعد آیین سید خان داخل قلعه نیکشهر
حضور داری و هیچ موقعی بهرام خان تقریبا به قلعه نیکشن حمله نکرد مگر بعدش که سید خان مرید. دولت مرکزی برای سرکوبی بهرام خان بارکزهی یه لشکری جمع کرده و به سمت بلوچستان راهی بود. اما نهایتا داخل این جنگ دولت مرکزی شکست سختی وارده و فرمانده این لشکر که یکیش شاهزادگان قاجاره اگر کمک سردار سید خان مبوتین و به داد حکومت مرکزی مرستی دستگیر بود و ممکنه اصلا قضایا به سمت دیگه پیش برو. اگر شما چه گمنامی تاریخ بلوچستان هسته بودگی و تمایل داری که این تاریخ ما به شما بیان بکنی، ممنون به اینکه کانال ما رو فالو بکنی تا حمایت و دلگرمی بمونید. تا ادام ما بسیاری چه نامداران طایفه ناروی معرفی کن. اما خب در رابطه با سران و سرداران طایفه ناروی لازمه که اشیاء بشه آیان طبق منابع مختلف بتش ایرانی زانته و بسیاریش آیان هم بر ادبیات شاهنامه‌ای مسلط بودن تا جایی که تی مجالس شبانه دربار وقت هم شاهنامه خوانی داشته. یکی چه روایتانی که در رابطه با خاندان ناروی وجود دارید نظر کلونل پاتینجره که آیت سال 1810 میلادی چه بلوچستان دیدنی کرده و با نارویان دیدار داشته. آی نارویان نژادی قد بلند، فعال و دارای قدرت جسمانی فوق‌العاده معرفی کرده ته سفرنامه و همچنین گوشی که آیان در برابر تغییرات اقلیمی سازگارن و چه مرگ هم نترسن. در زمانی که پاتینجر به بلوچستان یته مهراب خان یعنی هما هورترینزه سید خان رئیس تمام طایفه ناروی بوده و در واقع تونیم باشیم که بعد وقایع جنگ جهانی اولی. قبلا ما بیان کو که نارویان خاطر ایشی که چه کوه نارو که واقع در بلوچستان شمالی مهاجرتش کرده به ناروی معروفه. اما خب روایت دیگری در رابطه با طوایف ناروی وجود داره. داخل این روایت در واقع نارویان بلوچستان شمالی مهاجرتش نکرده بلکه آنیان وقت سید و چه قبیله قریش زانه و به واسطه شجرنامه های مختلف به این قضیه استناد کنه که آنیان منتسب به یک چه فرزندان حسن ابن علی فرزند اول علی ابن ابی طالب پسرعموی پیامبره. البته این ادعا در رابطه با تیره حاجی زئی اعتبار گشتری دارده و سایر تیره ها تقریبا این ادعا فرش کمتر قابل قبوله. همچنین لازم به ذکره که شجرنامه طایفه ناروی که عبدمناف جد بزرگ پیامبر شروع بیدن ته ای روایت و این مدرک تقریبا تمام تیره های طایفه ثبته. روایت دیگه هم که وجود داری به استناد سرپرسی سایکس با استناد به منابع محلی و روایتی طایفه نارویان نهرویی و به این خاطر نهروی مانک بیان که پس از جنگ نهروان به منطقه بلوچستان کوچش کرده. یعنی این روایت در تایید روایت ایشین که نارویان وقت سید زانه و بعد جنگ نهروان به بلوچستان مهاجرتش برده. حالا ایشی که اول کجا رفته خیلی معلوم نه ولی خب این روایات وجود داره هرچند که هیچ کجا هم یک کامل مورد تایید نه. در رابطه با این روایت های مختلف که آیا حالا بلوچستان شمالی یا غربتر بعد جنگ نهروان عربستان به این منطقه مهاجرتش کرده، در کل خیلی روایت خاصی که مورد تایید همه ببین مطرح نه ولی تونیم باشیم که تیره های مختلفی طایفه ناروی داریم. ممکنه که لحظه تیره ها واقعا عربستان مهاجرتش کرده و باقی تیره ها هم اول داخل بلوچستان بوده. در نهایت همه این که شما رو باشیم که حتی اگه طایفه ناروی بعد جنگ نهروان عربستان به منطقه بلوچستان هم مهاجرت کرده بیده باز هم بیش از 1400 سال که داخل این منطقه حضور داریم. بنا به گفته بزرگان طایفه ناروی این طایفه به 48 تیره تقسیم میده که داخل عکس
قابل مشاهده. یه نکته که در واقع وجود داری و بهتره که اینو ذکر بکنید، تیره گمشادزهیه که گمشادزهی در بنپور مشترکاً بین طایفه گمشادزهی و نارویی وجود داری، یعنی یه تیره جدای حساب بیدن، یا مثلا شاید سری مشترکات دارن ولی جزئی از طایفه ناروی حساب نبرن گمشادزهی های بنپور. ولی در جنوب کرمان گمشادزهی تیره یه طایفه نارویه و با طایفه گمشادزهی که داخل بنپور فرق داری و این قضیه صرفاً یه شباهت اسمی. همانطور که قبلا ما مطرح کرد، پراکندگی زیادی طی طایفه وجود داری و جمعیت زیادی داری طایفه، اما خب تمام افراد این طایفه ریشه مشترک و وابستگی‌های خانوادگی با هم دیگه دارن. اگه ما بلتیم یه شجره‌نامه کلی سران طوایف ناروی ارائه بدهیم، تو این باشین که درویش خان که جد بزرگ تقریبا طایفه ناروی حساب بیته، یه زگ داری به نام شریف خان و شریف خان هم زگ داری به نام سعید خان که قبلا هم ما گوه و باشین که آیی پایگذاره تقریبا حکومت 300 ساله عصر معاصر نارویانه. و سعید خان هم دو تا زگ داره، خداداد خان و مهراب خان که خداداد خان اول جانشین سعید خان بی، اما بعدها آیین نسل که منطقه بنپور مهاجرت کنن و به سمت بلوچستان که الان داخل پاکستان قرار داری مهاجرت کنن. و دیگه بعد این مهاجرت مهراب خان که بزرگترین زگ سعید خان ثابته داخل بنپور به قدرت رسید. نوه مهراب خان هم حسین خان به حسابیته که جنگ‌های زیادی با دولت قاجار داری که قبلا هم ما به طور مفصل توضیح داد. پسر حسین خان هم که در واقع آخرین حاکم چهی تیره حساب بیته سعید خانه.